президент قرقیزستان صادر جابروف روز 26 ایون سال 2024 در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر برای ویدیوی مراسم پردبدبه فوتیه جیانش لازت نورخوجایوا دختر دودر خردی پرزیدنت دولتبک و غالب آزمون زیبا سنمها میس قرقیزستان 2020 از مردم عذر پرسید. این مراسم با استفاده از چرخبال MCS یا وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان روز 24 ایون سال 2024 در یک کوه در نزدیکی بیشکک پایتخت این جمهوری برگزار شده است. در ویدیویی که خود لازت نورخوجایوا در صفحه‌اش در اینستاگرام نشر کرد و روز 27 ایون در پی موج انتقادها دسترسی به صفحه‌اش را محدود کرد، دیده میشد که عروس و داماد آینده هر دو لباس سفید در تن سواره چرخبال تمغه ایروبوس H125 که به وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان تعلق دارد به محل مراسم میآیند. در آنجا آنها به یک صحن بزرگ زیبا که فرشش پر از گل صدبرگ است بلند میشوند و هفتندیل سوبربیکوف در همین مکان زیبا در بین ازدحام دوستان و خویشاوندان زیاد به دختر دوست داشته‌اش پیشنهاد ازدواج میکند و لازت نورخوجایوا پیشنهاد او را قبول کرده است و به ازدواج راضی می‌دهد. در ویدیو همچنین دیده می شود که یک تورت بزرگ ظاهراً چند صد کیلویی را با ماشین به محل مراسم فوتیه برده ایستادند. هرچند لازت نورخوجایوا که در اینستاگرام با تخلص دیوید کیکونا صفحه گشوده و قریب 200,000 آبونچی دارد، دسترسی به ویدیوش را محدود کرده است، ولی این ویدیو الکی در اینترنت پخش شده موج واکنش‌ها را به بار آورد. بسیاری ها از پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف انتقاد کردند که چرا از اسرافکاری دیگران تنقید میکند ولی معرکه‌های پردبدبه خویش و تبار خودش را نمیبیند. پرزیدنت قرقیزستان در مصاحبه با کبر از جمله داماد آینده‌اش را نکویش کرد که نفهمیده اثر جوانی قصور آینده‌اش را زیر ضربه گذاشت. خبرنگار یادآور شد که لازت نورخوجایوا قبلا هم در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های جای کار و ماشین‌هایش را نشر میکرد. به این دلیل او از جابروف پرسید که آیا خویشاوندانش در مسئله نشر کردن یا نکردن جزئیات زندگی خصوصیشان با او مصلحت میکنند. پرزیدنت در پاسخ گفت البته من در نزد نزدیکانم طلبات سخت میگذارم. من همیشه از آنها دعوت میکنم که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و به امور دولتی دخالت نکنند. من به این راه نمیدهم. قبلا من خودم دیگران را تنقید میکردم ولی حالا خودم به این حالت افتادم. من برای جیانم از مردم عذر میپرسم. صادر جابروف اظهار امید کرد که جیانش لازت نورخوجایوا نیز به حرف مردم گوش خواهد داد و برای خود از این قضیه خلاصه‌های درست خواهد برآورد و در آینده هر قدمش را عاقلانه و با اندیشانه خواهد گذاشت. در این زمان جابروف گفت وزارت ولایت‌های فوق‌العاده بیش از 20 چرخبال دارد که برای انجام پروازهای تجارتی به اجاره نیز داده میشوند و پول از این حساب جمع آمده در یک صورت حساب مخصوص برای خریداری چرخبال‌های نو نگاه داشته می شود. در وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان در شرح این قضیه خبر دادند که در حقیقت روز 21 ایون با یک نفر در مورد یک ساعت به اجاره دادن چرخبال سازشنامه بسته شد. پرواز روز 24 ایون بعد پرداخت پول اجاره صورت گرفت. 56 دقیقه دوام کرده است. وزارت گفت 157,662 سوم یا تقریباً $1,800 پول اجاره چرخبال را نفر با نام هفتندیل سوبربیکوف سپرده است. بنا به خبرون محض همین آدم به جیان پرزیدنت پیشنهاد ازدواج کرده است. در وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان همچنین خبر دادند که افراد علیحده می توانند با بستن شرطنامه در عوض 157,662 سومانی برای یک ساعت چرخبال تمغه ایروبوس 125 و در بهای 262,770 سومانی تقریباً $3,000 برای یک ساعتش چرخبال تمغه H145 ایروبوس را به اجاره بگیرند. اما مراسم پردبدبه فوتیه جیان پرزیدنت قرقیزستان در حالی بود که صادر جابروف منصبداران دیگر و ساکنان را برای اسرافکاری در توی معرکه‌های پردبدبه تنقید میکرد. در پایان سال 2022 او از منصبداران تنقید کرد که با اشتراک 500,000 میمون توی معرکه برپا میکنند. در اول سال 2022 جابروف با امضای یک فرمان زپ چاروا را در روزهای مراسم دفن منع کرد. او در شرح فرمانش گفت مراسم دفن در قرقیزستان مثل توی شده است.